سلام بچه‌ها، چطوری؟ G6 هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز قراره بهتون آموزش بدم که چطوری میتونیم بازی ریپو رو، همون بازی خفنه که همه جا میبینی و نمیدونی اسمش چیه و چطوری میشه بازیش کرد و به صورت کاملا رایگان و آنلاین با دوستاتون بازی کنید. پس قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله پایینم بزن که اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشی. برو بریم. بازی ریپو از اون بازیاییه که تازه عرضه شده و خیلی سر و صدا کرده. بازی ریپو رو میتونید به صورت آنلاین با دوستاتون تجربه کنید. این بازی به خاطر کاراکترهای خاصش و خاصیت وایسی که داره یه حالت طنزی به بازی میده که بازی خیلی معروف کرد. برای بازی کردن نیازه که شما استیم داشته باشید، اکانت استیم داشته باشید و بازی رو خریداری کنید و با دوستاتون تجربه کنید. خیلی راحت گفتم نه؟ قیمت این بازی هست $9.5. $9.5 پولشه. هیچ ایرانی نمیاد $9.5 پول بده این بازی رو بخره. البته اگه داشته باشید چرا که نه، ما نداریم نمیخریم، از راههای دیگه استفاده میکنیم. این بازی رو شما به قیمت $9.5 میخرید و با دوستاتون تجربه میکنید. حالا که توی ایرانی ما برای بازی ها پول نمیدیم. بریم بهتون بگم چطوری میتونیم این بازی به صورت رایگان و با دوستامون تجربه کنیم. برو. در مرحله اول شما دکمه پاور اون کامپیوتر RTX 5090 خفنتون رو میزنید و روشنش میکنید. سایت گیم آپ یکی از سایتاییه که توش میتونید تموم بازی‌ها رو به صورت رایگان دانلود کنید و استفاده کنید و خیلی از بازی‌های آنلاین رو توش گذاشته و میتونید ازش لذت ببرید و نیازی نیست که شما دیگه بازی رو اکسترکت کنید. هیچ کدوم از اینا نیاز نیست، خودش کامل کارا رو انجام میده و براتون بازی رو میاره. سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادیش هم نوشته که نیازی نداشته باشید که بعد از نصب بفهمید که این بازی میاد نمیاد. پدر سیستم رو در آوردی، نکن این کارو. خوبه مگه کوری؟ وارد سایت گیم آپ میشید، اون بالا دانلود لانچر رو میزنید. یعنی شما باید گیم آپ رو اول نصب کنید، از اینجا دانلود نکنید. قبل اینکه نصب کنید همینجا هم هست بازی، برای اینکه راحت‌تر ببینید. سرعت اینترنتمون به شدت بالاست، برای همین نمیاره. 2000 years later. بعد از اینکه لانچر گیم آپ رو دانلود و نصب کردید، حالا نیازه که شما استیم رو نصب کنید. برنامه استیم فیلتر نیست و میتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید. حالا وارد دوتا شدید. الان شما هم گیم آپ رو دارید هم استیم رو دارید. خب حالا موقعشه که برید بازی از استیم بخرید. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار. ما اگه اینجا سرچ کنیم ریپو و برامون بیاره $9.75 پولشه که اگه $10 حساب کنیم به پول ایران میشه 1,000,000 تومان و کسی نمیاد 1,000,000 تومان پول بازی بده. 1,000,000 تومان پول. خلاصه حالا که هم توی استیم لاگین کردید و هم توی گیم آپ، الان نیازه که شما یه دونه ویندوز آر بگیرید توی سیستمت. یه پنجره واز میشه برای ران کردن. این پنجره شما کافیه که فقط این چیزی که من اینجا نوشتم رو بنویسید، اینو بنویسید و اوکی رو بزنید. اوکی رو که بزنید یه پنجره دیگه براتون باز میشه. یه بازی داره توی استیم برای شما دانلود میشه. بذارید کامل بشه. ما با اون بازی کاری نداریم. ما فقط برای اینکه بتونیم بازی‌های دیگر رو به صورت آنلاین انجام بدیم نیازه که این کارو بکنیم. حالا وارد گیم آپ میشید. توی گیم آپ میرید ریپو رو پیدا میکنید، دانلود میکنید. توی همون صفحه اصلی هست. اگر به تازگی دارید این ویدیو رو میبینید و این کار رو انجام میدید، میایید توی صفحه اصلی گیم آپ و میرید روی بازی ریپو. آموزش نصب بازی رو حتی اینجا هم گذاشته و دقیقاً همینجوری که براتون توضیح دادم گفته که شما میایید ویندوز آر میگیرید، اون چیزی که اون جمله که گفتم رو تایپ میکنید توش و شما الان توی استیم یه اکانت مثلا آنلاین دارید که میتونید ازش استفاده کنید
بازی رو دانلود میکنید. حجم زیادی نداره، حجمش کلاً 346 مگه که حالا بعد از نصب 956 مگ با نصبش، و این بازی رو میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. حالا شما وارد بازی میشید. شما برای اینکه بتونید با دوستانتون بازی کنید، دوستاتون هم باید همین کارهایی که انجام دادیم و انجام بدن. شما از طریق استیم به هم درخواست اد فرندی میدید و وارد بازی ریپو میشید. حالا دوتاتون یه دونه هاست گیم میزنید، یس رو میزنید و اینجا میسازید لود گیم رو میزنید و صبر میکنید تا بازی براتون بیاد بالا. بازی که اومد بالا شما روی بخش اینتیو میزنید و دوستتون رو جوین میدید. بعضی موقع بازی نمیاد بالا. حالا باید چیکار کنیم؟ اینجاست که شما نیاز از فیلتر شکن استفاده کنید. شما هر جای زندگی توی ایران گیر کردید از این کار باید استفاده بکنید. یعنی حتی شما توی سایت های ایرانی هم میخواید وارد شید بعضی وقتا نمیاره و نیاز استفاده بکنید. از این کار استفاده میکنید و با هم بازی میکنید. و الان شما بازی ریپو رو به صورت رایگان و آنلاین در اختیار دارید و میتونید ازش لذت ببرید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله پایین صفحه هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید.